چندی از مهاجران تاجیک مقیم پسکوف روسیه گفتند همدیاران آنها پرویز رستموف، جاوید جمعه و عزیزجان اعظم قلزاده در عملیات نیروهای امنیتی روسیه در کنار شهر پسکوف کشته شده اند. رسانه‌های روسیه گفتند آنها در حال آماده کردن بمب‌های خودساخت برای ترکاندن ایستگاه راه آهن کشته شده اند. هم از پای کور بود. هیچ کس باورش نمی‌آید که اینها به همین کور دست زدند. خیلی بچه‌های سلیمی بودند. فرقی داشتند از دیگر بچه‌ها. سر و تن گشتند. مدنیتشون دید. پرویز رستموف از شهر ترسونزاده، جاوید جمعه و عزیزجان اعظم قلزاده از شهر پنجکن بوده در رستوران چایخانه شهر پسکوف کار می‌کردند و بعداً تنها جاوید در اینجا مانده است. عزیزجان در مرکز سودای اکواپولیس به کار رفته، پرویز تاکسی ران شده است. تا این دم پیکری آنها به نزدیکانشان داده نشده است، ولی در زادگاهشان از واقعه خبر دارند. ما در هم مسئله آگاه شدیم، دستور گرفتیم که همه آموزیم کنی سبب‌هاش نتیجه‌اش کی به مسافرت رفتن، با کی همنشین هم خیز بودن، شرایط اولویتشون چه خیلی است، تحصیلات اونها چه خیلی است، فکر و عقیده‌رانی اونها چه خیلی است. در نوار دیده می شود که نیروهای امنیتی روسیه با سپرها به بورسانسرای در جنگل نزدیک می شوند و در نزد درآمدگاه آن آواز می برآورند که گمانبران سلاح را پرتایند. بعد از این تیر می کشایند. سپس در نوار دیگری که به نوار اول چسبانیده شده است، جسد 3 نفر دیده می شود که یکی از آنها گویا سلاح در دست کشته شده است. یک کارشناس که نخواست نامش آشکار شود، نوار را نکات شبهه برانگیز دارد گفت. به نظر شخصی من نواربرداری شاید بعد از خود عملیات شده است، زیرا تیراندازی جوابی شنیده نمی شود و ترکش نه پیش از حمله بلکه بعد از آن صدا می دهد. در شبکه‌های اجتماعی روسیه نیز این نوار بحث‌های زیادی را به میان آورده است. بعضی کاربران نوشتند که این فیک قدرتیان است. در بدنها زخم تیر دیده می شود ولی در اطراف آنها خون دیده نمی شود. در صفحه جاوید در شبکه ویکانتکت دیده می شود جاوید که نامش را در روسیه دوید کرده است، هنر آشپزیش را با شیرینکاری به نمایش می گذارد. بازاربای اعظم قلزاده، کارمند پیشینی شهرداری پنجکن و حالا تاکسیران، در صحبت به میگرام مدیا روز 17 فوریه گفت پسرش حتی نماز نمی خواند. خبری به حمله تروریستی آمادگی دیدن جوانان تاجیک و کشته شدن آنها باعث شبهه و نگرانی مهاجران تاجیک در شهر پسکوف شده است. در این شهر چنان تاجیک به ترس آمادگی که حتی به تاکسی هم نمیبرویند از ترس. حتی در این بارا نمیخواهم گپ زنم به واتساپ. چنان ترسو شدگن این ملت تاجیک. این بچه های میگویند که تماما نماز روزه نمیخواندند، اینها رو چخیر بدون خود افکندند، خودش میدوند. در گذشته نیز خدمات امنیتی روسیه بارها گفته است هنگام پیشگیری از حمله تروریستی مهاجران کشته شده اند. چند سال پیش چنین حادثه در ولایت ولادیمیر روی داده بود. 2 برادر در خوابگاهشان کشته شدند. در حمله به تالار کنسرتی کراکوس نیز شهروندان تاجیکستان عیبدار کرده شدند، هرچند شبهه شرکت آنها در این حمله از طرف جامعه تاجیکستان و رسانه‌ها بارها صدا داده است.